دوستان عزیزم، به قسمت دوم مارکت استراکچر یا ساختار بازار خوش اومدید در سبک اسمارت مانی. خب تو جلسه گذشته خب توضیح کامل دادیم که BOS چیه، چنج اف کاراکتر چیه و موارد این چنینی اصلا چجوری استفاده میشن، چطوری ما در روندهای صعودی نزول این خطوط رو میکشیم. اما نکته اساسی و مهمی که ما میتونیم در بحث تست مارکت استراکچر یا این چیزا داشته باشیم بحث خود تریدینگ ویو هستش. اما این نکته طلایی اینجا مونده که من باید خدمتون آموزش بدم. در ساختار بازار خطوطی که ایجاد میشن، حالا فرق نمیکنه ساختاری که اینجا هستش به این صورت یا خیلی دقت کنید بچه ها، بیاد اینجا و به این حالت و بعد حرکت بکنه به سمت بالا. خب این یه ساختاره که اصلا کلا BOS هم کرده، شکی درش نیست، درسته؟ این BOS کرده، اینم چیکار کرده؟ BOS کرده. ساختار کند، ساختار تند. خب ساختار تند به ما چی میگه؟ ساختار تند به ما میگه که چون اینجا در این ناحیه که مثلا اوردر بلاک هم بوده شارپی حرکت کرده به سمت بالا. خب خیلی دقت کنید، اینجا من خودم بکشم، این اوردر بلاکی که اینجا هست قابل اهمیت تره نسبت به کجا؟ نسبت به جایی که ما اینجا توقف قیمتی بسیار شدید داشته باشیم. حالا جدای از این که این احساس میکنیم ممکنه لیکویدیتی هم زیرش باشه و یه اوردر بلاک اینجا قرار بگیره هم هست، اما اگر از همینجا شارپی به سمت بالا حرکت کرده باشه، این درجه اهمیتش نسبت به اوردر بلاکی که این مدلی با شکست ساختار به صورت تک مرحله میره بالا یا اصلا کلا تک کندلی هستش، خب طبیعتا اهمیت این اوردر بلاک بیشتره، این رو کمتر اهمیت بهش میدین. یعنی اگر بر حسب اتفاق یه همچین ساختاری رو در بازار دیدید که قیمت خیلی اونجا حالت تی آر تشکیل داد، رنج داد و بیشتر اونجا موند، خب ما میگیم که اینجا رو سعی میکنیم در بحث معامله کردن احتیاط بکنیم. خب به خاطر اینکه احتمال اینکه به قول معروف حالا چرخه برعکس بشه یا اصلا به قول معروف دوباره دچار حالا بحثای خنثی و بازارهای خنثی بشیم هم هست، ولی خب این یکی برای ما حائز اهمیت تره. خب توضیح خاص دیگه نمونده از ساختار، فقط اینم خواستم توضیح بدم. بریم سراغ تریدینگ ویو و اونجا به قول معروف ساختارها رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب دوستان عزیز، اینجا سایت تریدینگ ویو هستش. من دکمه اوتو رو خاموش میکنم، اینو میارم اینجا و با چشم چیزی که مشخص هستش اینی که ما از یک سقف قیمتی در حال حرکت به سمت پایین هستیم. خب برای اینکه بتونیم ساختارها رو بکشیم، در ابتدا به ساکن من ابزاری رو اینجا میارم، ابزار ترند لاین رو، و همونطور که مشاهده میکنید اینجوری خط و خطوط رو رسم میکنم. در روندهای نزولی سقف‌ها اهمیت داره و در روندهای نزولی کف‌ها اهمیت داره. خب ما اینجا یک خط داریم که ما اینجا اسم این خط رو قسمت تکس من می‌نویسم BOS و رنگش رو هم سفید میکنم. خب یه شکست ساختار اینجا اتفاق افتاده بچه‌ها، یه BOS دیگه اینجا اتفاق افتاده، خیلی دقت بکنید و من این رو هم بنویسم، بقیه‌اش رو کلون میکنم یادم نبود. خب BOS اینجا یکی دیگه اتفاق افتاده و اینو من کنترل میگیرم، اینجا باز دوباره یه BOS اتفاق افتاده، خیلی دقت کنید بچه‌ها، یه BOS دیگه اینجا اتفاق افتاده و اگر دقت بکنید اینجا BOS رخ داده، ببینید اینجا BOS رخ داده و بعدش این سقف هم شکسته شده و اینجا برای ما چنج آف کاراکتر هم ایجاد کرده. خیلی دقت بکنید بچه ها، ببینید اینجا اومده چنج آف کاراکتر رو هم برای ما ایجاد کرده. خب و من اینجا CH کوچم بنویسم، اینجا کوچ هم زده واسه ما. فقط یه نکته این وسط هست بچه ها، ببینید اینجا این کوچ اتفاق افتاده به سمت بالا حرکت کرده و مجددا بازار ریزشی شده و از اینجا دوباره ما ساختار رو چی داریم؟ نگاه کنید اینجا BOS و الی آخر. نگاه کنید اینجا دوباره شکست ساختار داریم، اینجا دوباره یه دونه دیگه خدمتون بکشم اینو منتهای خورده کوچکترش بکنم. خب باز هم روند چی شد؟ نزولی شد. یعنی این چنج آف کاراکتر نتونست به قول معروف اینجا
حرکت رو انجام بده. به چه علت؟ اصلا آیا این واقعا میشه چنج آف کاراکتر فرضش کرد یا نه؟ اینجا دو تا نکته وجود داره. اول نکته خیلی مهم اینه که آقا این سقف اگر ما دقیق ترم رسمش بکنیم با هیچ بادی بسته نشده و اینجا درسته که این اتفاق افتاده و این سقف زده شده ولی نتونسته تایید بکنه. پس ما در ساختارمون اگر دیدید که اینجوری با شادو، نگاه کنید بچه‌ها یکم زوم بکنم، اگر با شادو شکست، برای همینه که اکثرا بادی کندل رو قبول میکنن، اگر با شادو شکست ما در اصل نمیگیم که چنج آف کاراکتر اتفاق افتاده و این صرفا یک اوردر بلاک هستش. این اوردر بلاکی بوده که بهش خورده و نزولی کرده، پس چنج آف کاراکتر نیست. یه وقت گول نخورید. اینی که الان شکسته چنج آف کاراکتر محسوب نمیشه، باید حتما در تاچ اول بشکنه، یعنی در این قسمت اولیه بشکنه. خب ولی نگاه کنید چقدر از دور وقتی میکشیم خیلی دقیقاً آدم احساس میکنه چنج آف کاراکتر رخ داده. چون نگاه کنید اینجا این شادوها از دور یک حالتی دیده میشن. پس از این مدل ها گول نخورید. خب حالا ما این ساختار بازار کشیدیم، درسته بچه‌ها؟ ساختار بازار کشیده شد و چیزی که من از شما خواهش دارم اینه که در سبک اسمارت مانی اول بشینید بی او اس ها رو مرتب بکشید. خب هر بی او اسی که کشیدید قبلش سقف قبلیش یک اوردر بلاک داره. من اوردر بلاک ها رو هم دونه دونه میکشم که اینجا به قول معروف حسابی کار کرده باشیم. قبل از شروع روند نزولی آخرین کندل صعودی که هستش برای من حکم اوردر بلاک این شکلی رو داره. این میشه اوردر بلاک ماژور بچه‌ها. حالا در اینجا هم درست بی او اس رخ داده، اینجا بحث به قول معروف اوردر بلاکی که داریم آخرین کندل صعودی هستش و من اینجا این رو هم چیکار میکنم؟ اوردر بلاکش رو رسم میکنم. این بی او اس با این قاطی شد، این کندل سبز اینجا هستش و اینجا هم اوردر بلاکی که صورت گرفته دقیقاً این زاویه است. اینجا این اوردر بلاک آخرین کندل ضعیف نزولی قبل از روند نزولی که اینجا شکسته شد و در انتها اینجا هم ما یه دونه اوردر بلاک باز هم خواهیم داشت. منتها اوردر بلاک اون میشه اینجا و اگر دقت بکنید این کندل به قول معروف نزولی که هستش رو ما به عنوان اوردر بلاک میگیریم. خب اومده اینجا و چندین بار بهش تاچ کرده، ریخته و اینجا برای ما اینجا خیلی دقت کنید بچه‌ها. خب با توجه به گپی هم که اینجا داریم، یعنی این فاصله و این فاصله گپ رو پر کرده، این اوردر بلاک هنوز آن میتیگیتد هستش و اوردر بلاک مهمیه. اما اینجا برای ما چه ناحیه رو تشکیل داده؟ اینجا برای ما ناحیه نقدینگی تشکیل داده که اومده اینجا نقدینگی رو هم شکار کرده. ببینید بچه‌ها در این زاویه اینجا این محدوده نقدینگی بوده که اگر دقت کنید اومده شکار کرده بعد ریخته. خب حالا اگر دقت کنید این اوردر بلاک، حالا این اوردر بلاکی که اینجا هست و اگر در تایم فریم های کوچیک ما ریفاین بکنیم احتمال زیاد بتونیم این ریزش رو هم بگیریم. ولی بریم پایینتر و اوردر بلاک ها رو همینطور ادامه بدیم. ببینید اینجا دوباره این شکستی که اتفاق افتاده قبل از حرکت به قول معروف نزولی که رخ داده ما میتونیم اوردر بلاک رو تشکیل بدیم. یعنی این کندلی که اینجا داریم میشه اوردر بلاک ما و دوباره نگاه کنید اینجا یه شکست ساختار و آخرین کندل نگاه کنید ضعیف نزولی قبل از حرکت شارپی میشه این کوچولو. خب این هم ما یه خورده زوم کنیم که اینو یه خورده من دقیق تر بکشم، من دلم راضی نشد اینو. خب این هم اوردر بلاک اینجا. حالا چه اتفاقی افتاد؟ ببینید اینجاها میاد حرکت میکنه. اگر بتونه این سقف و این اوردر بلاک رو هر دو رو بشکنه چه اتفاقی میفته؟ روند کلا معکوس میشه دیگه، ما روند صعودی خواهیم داشت و به ترتیب این اوردر بلاک های عرضه‌ای که اینجا هستن با توجه به اینکه اینجا چنج آف کاراکتر رخ میده کلا چی میشه؟ دیگه ملغا میشه، مگر این بالاترین به قول معروف اوردر بلاکی که اینجا هست که میشه گفت قوی ترین عرضه این نموداره، چون در تایم فریم دیلی هستیم بچه‌ها. خب این نمونه نزولیش بود. حالا بریم نمونه صعودی اوردر بلاک ها رو هم با هم دیگه کار بکنیم. من اینا رو پاک میکنم که بتونم اینجا نمونه صعودیش رو هم برای شما انجام بدم. ببینید بچه‌ها اینجا یک روند صعودی داریم، میتونیم اوردر بلاک ها رو به این سبک و سیاق بچینیم. ببینید اینجا یک موج بوده و اینجا سقف چی شده؟ شکسته شده. اینجا پس یه دونه ما بی او اس داریم، درسته؟ اینجا یه دونه بی او اس. بعد اومده اینجا حرکت کرده، نتونسته اینجا بی او اس بکنه، نگاه کنید یه خورده گیر کرده و اینجا پایینتر از اون چنج آف کاراکتر رخ داده و از همه مهمتر
ببینید اینجا من BOS رو اینجوری بذارم. اگر اینجا این سقف رو در نظر بگیریم و در انتها اینجا هم این کف رو در نظر بگیریم، کاملا چنج آف کاراکتر رخ داده و نمودار شروع به تغییر روند کرده. خب پس ببینید این شکست ساختاری صحیح رخ نداده. خب بعد اومده پایین، کفی هم که ایجاد شده رو با چنج آف کاراکتر چیکار کرده؟ زده و اینجوری شده که اینجوری روند نزولی شکل گرفته. یک روند صعودی حالا خفن‌تر پیدا بکنیم که یک مقدار مثالمون طولانی‌تر باشه حداقل. بازم اینجا ما داریم، نگاه کنید بچه‌ها، اینجا یه دونه BOS داریم. همیشه سعی کنید خط و خطوطی که میکشید در سبک اسمارت رو حتما اسم گذاری کنید که وقت خدا نکرده قاطی نکنید. من چی میگم؟ و این جایگاهش هم بذارید رو سنتر که اذیت نشید. خب این BOS، بازم اینجا یه BOS داشتیم و اومده اینجا دوباره خواسته یه BOS دیگه بکنه که نتونسته و از اینجا با این شرایط خب چنج آف کاراکتر رخ داده. اینو من CH رو بزنم، چنج آف کاراکتر رخ داده و اینجا دیگه کف ها شکسته شده و روند نزولی شده. خب حالا چرا همش تایم فریم بالا؟ بذارید ما این ریموو دراوینگ رو بزنیم و بریم در تایم فریم مثلا 15 دقیقه. بچه‌ها من الان فعلا در مرحله ای نیستم به شما معامله گری بگم. خب من دارم فقط ساختار مارکت رو میگم. پس در نتیجه اگر میبینید الان من یهو رفتم تایم فریم 15 دقیقه و اوردر بلاک های قبلی رو پاک کردم، تعجب نکنید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من الان دارم صرفا ساختار مارکت رو خدمتتون آموزش میدم. چقدر زمان داریم؟ 11 پس یک مقدار طولانی هم شد این ویدیو، ولی خب سعی کنیم اینجا مجدد اینو با هم هماهنگ بشیم. ببینید اینجا الان طبق اون آموزه هایی که ما داشتیم یه سقف بوده که با این حالت BOS کرده. خب بعد اومده سقف بعدی رو سقف بعدی رو BOS کرده. ببینید نگاه کنید، نگاه. اینجا هم یک سقف دیگه BOS شده و دیگه از اینجا به بعد این پایینش هم چنج آف کاراکتر رخ داده. بچه‌ها نگاه کنید، اینجا اومده و اجازه بدید اینجا هم چنج آف کاراکتر رخ داده و در نتیجه چه اتفاقی افتاده؟ بعد از اون روندها شروع به تغییر جهت کردن. خب شما همیشه یادتون باشه وقتی BOSی انجام میشه و حرکت میره بالا دوباره میاد، اگر این سقف رو شکست، خب این کف رو شکست که حل دیگه، روند معکوس شده. اما اگه نتونست بشکنه، صرفا این دوباره به روند صعودی خودش ادامه میده. خب بچه‌ها بی زحمت بردارید اوردر بلاک ها و BOS ها و چنج آف کاراکتر خودتون رو به این آدرس ایمیل کنید. بی زحمت من تمرین ها رو بررسی میکنم توی ایمیل هام و خودتون رو حتما معرفی بکنید. دیگه خدمتتون عرض بکنم که ویدیوها رو دقیق ببینید خواهشاً و تفسیر بنویسید حتما برای اسکرین شات ها و تمریناتون که خدا نکرده دچار مشکل نشید. خب مرسی که این ویدیو رو هم همراه ما بودید. شبتون بخیر باشه. بریم سراغ ویدیوهای آموزشی بعدی.